پاشو پسر، پاشو ببینم. آفتاب زده، پاشو. تو نکنه یادت رفته امروز کارتیه. آدم خوب نیست کلی پول و منتظر بذاره. همون پولایی که باعث آقایی توه و خانومی من. پاشو پسر، پاشو. شب زود مییننه؟ معلوم نیست مادر. آخه واسه بیتابی میکنه. خب منم واسهش بیتابم. درست شکل مادرش. خدا بیامرزتش. حیف شد که یه نظر ندیدش. خداحافظ مادر. بدجوری دوستش دارم. اکبرزاده ممتاز به گوشم. چی؟ بسیار خوب، بسیار خوب. زفری!
زنم برید نزدیک بود نفله بشم خدا رحم کرد خدا رحم کرد ترمز ماشینم برید پرت شدم رو زمین خدا خیلی رحم کرد ای خدا ای خدا نمیدونم چطور شد یه ترمزش برید داشتم از زیارت میومدم زن بچم همراه بودن اونا رو تو آبادی بالایی پیاده کردم خودم داشتم میرفتم علی آباد سرشو بگی اونور خدا خیلی رحم کرد ولی زن بچم مرده بودن بعدجوری ترمزش برید چیزی تو ماشین نبود عرض نکردم ترمز ماشینم بریده حالا میکانیک از کجا بیارم شما مهندسی میکانیکی این برای سراغ نداریم بیا ترمز ماشین ما رو روبرا بکنه سلام عرض میکنم خیلی خوش آمدین آقا نعیم اومده؟ بله تو است ای یار مهربان همیشه سر وقت همیشه من حساب ثانیه است 100 آفرین بر حساب و ثانیت مهربان خوب کجاست؟ تو ماشینه آقا اینجا که من تحویل نمیگیرم سر دشت هر قرارمون من تو این حساب واسه خودت خیمه و خرگاه درست کردی یار مهربان اینجوری هیچ کس خیال بد نخواهد کرد درسته؟ درسته صادق با تو میاد جنس رو میده و پولو میگیره من اینجا منتظرم صادق جنس رو میدی و با پول میاد ای پس فعلا خدا حافظ من و تو مهربانم صادق اگه بخوام من میرسونم به شهر من تا شهر با خود میرسونم بیاره بابا جون بیا بابا جون بیا من پرشان خدا عمرت بری خدا عمرت بری
بری. تو جوان خوبی هستی، خیلی خوب، اما کلت خالیه. اگه در زندگی به این فکر میکنی به هیچ چیز دیگه فکر نکن، اما اگه به چیز دیگه میخوای فکر کنی فکر این رو دیگه نکن. به سلامت یار مهربان. باشه نامهربانم. آره تو کیفه. میدونستی خیلی پوله؟ آره میتونستی بر نگردی، پولا رو برداری و بزنی به چاک. ما با هم رفیقیم، پس رفیقم قال نمیذارم. به قول یاور ای یار مهربان، تو راستی که خیلی مهربانی. دسته یاوره، پدرش حالش بده، دارم میبرم شهر. اگه میخوای بری باز راه بیفتیم. راه بیفتیم؟ بذار بنده خدا یه غذایی بخوره. حالت چطوره پیرمرد؟ این پیرمرد رو میخوای همینطوری ببری؟ باید تبشو بیاریم پایین. باشو کمک کن، باید پاشورش کنیم. خدا عمرت بده. پیرمرد بیچاره اینطوری تا شهر از تب میترکه. بیا پدر، باشو پایین. یه خورده آب برده بیا. یه تاش برو آب کن برده بیا بینیم. آروم. همینجا بشین. به زیر پاش، بذار همونجا. پاشو بذار توش، پاشورش کن. شما هم تو اون اتاق چند دقیقه دراز بکشین تا راه بیفتیم. نه آقا، ما بالا سرشو. بذار راحت باشه. برو اون اتاق دراز بکش، اینطوری براش خیلی بهتره. باشو بابا جون، باشو. خسته نباشی صادق خان، حالت چطوره؟ چاکرم. چی شده؟ اون پیرمرده داره میمیره. اونا به ما پناه آوردن. این کارا نکن. نیم هیچ میدونی چی کار
میدونم چیکار دارم میکنم. بیا جلو. بیا. بله. چی؟ سرگروهانش بر ساده ممتاز بگوشم. چی شده؟ چه به سرش اومده؟ خدا چیکار کنم؟ آقای دکتر نعیم چطوره؟ پسر من کجاست دکتر؟ متاسفم خانم. ننشین. کجاست این پسر؟ اونهاش اونجاست. از حالا به بعد در اختیار شماست. فعلا با اجازت. بارمان زیاد. همینجا بایستی. داریم با هم بزنیم. اون دختره هنوز بالا سر باباشه. بله سرکار. براش ورقه احضاریه بفرستیم به عنوان شاهد احضارش کنی. این یارو کیه؟ قهوه‌چی مراد با اون یارو عشایره چه؟ یاور با جیب برین دنبالشون تا بعد از ظهر اینجا باشن. کاریشون دارن. چه سرکار؟ این قاتل کجا؟ آدم کاش پسر من به تو چی کار کرده بود؟ اون قاتله. مثل که یادت رفته اینجا پاسگاهه. قاتلم که باشه پاسگاه خودش میدونه چی کار بکنه. تازه 4 تا شاهد داشته. بیا سرکار کارت بره. جانم. یه دفعه دیگه جریان رو تعریف کن. سرکار جان الان یه بار توضیح دادم. بیرون. من دوست دارم هر چیز رو چند دفعه بشنفم تا خوب شیرفهم شم. حالا دوباره تعریف کن ببینم چی شده. والا سرکار ما با یاور کارواندار آشناییم. خیلی وقتا موقع سفر از جلوی قهوه خونه من رد میشه. دیروزم اومد دم قهوه خونه ولی با کاروان نبود. فقط یه دختر و یه پیرمرد همراهش بودن. حال پیرمرده بد بود. میخواست بفرستت شهر. من گفتم خودم براش ماشین میگیرم. یاور رفت که به کاروانش برسه. من دختره رو با پیرمرده گذاشتم توی اتاق. آب بردم که دخترش پاشورش کنه. بعد رفتم دم جاده جلوی چند تا ماشین گرفتم اما از بدشانسی هیچ که محل نذاشت. آخر سر ماشین آقا نعیم نگه داشت. وقتی آقا نعیم شنفت خیلی ناراحت شد. منو سوار کرده اومدیم طرف قهوه خونه. دم قهوه خونه که رسیدیم دیدیم یه ماشین وایساده.
از تو قهوه خونه سر صدا می اومد. با آقا نعیم تند و تیز رفتیم تو. همچی که رسیدیم تو، پیر مرده با دهن پر از خون افتاده یه گوشه و این مرد با زور لباسای دختره رو ای پیر سگ دروغگو میکشمت، دروغگو، دروغگو. بشین. بگو. گفتم که مهربانم، من یک کارواندار فقیر هستم که با اهل و عیالم روزی در اینجا و روزی در اونجا هستم. من کجا اون مرد دیدم؟ من کجا آقای نعیمو میشناسم؟ من یه مرد مریض با دختری سپردم دست براد قهوه‌چی که برسونه به دکتر، خودم رفتم تا اینکه مامورای شما آمدن دنبالم. خدا مرا بکشد مهربانم اگر من جز این چیزی دیده باشم. این هر چی گفته دروغ گفته مهربانم. دروغ میگه، والا این دروغ میگه. اصلا سرکار از دختره بپرسین، اون همه چی رو میدونه. چرا از اون نمیپرسین؟ سرباز بشین. ببین دختر جون، حرفای تو این پرونده خیلی موثره. من دلم میخواد راست و درست حقیقت رو به من بگی. ما هیچ وقت دروغ نمیگیم سرکار. باریکالله پیرشی. خیلی خوب، حالا بگو ببینم اون کسی که به تو حمله کرد میشناسی؟ بله سرکار. خب کی بود؟ خدا کنه همش خواب باشه، خدا کنه همش خوابای نامربوط باشه. اما اگه خواب نباشه، آخه چرا؟ مگه من چی کارتون کردم؟ همشون دروغ میگن سرکار، به فدای علی همشون دروغ میگن. اما یه نفر دیگه هست که همه چی رو میدونه، پدر همین دختر، همونی که حالا یه پاش لب گوره. اگه اونم گفت که اینو راست میگن، من خودم تناف دارو میندازم دور گردن خودم. جون بچه ها سرکار، بیا بریم پیش پیرمرده، از اونم بپرس. من بچه ندارم جوون، اما اومدنشو میام. بریم. خیلی ببخشین دکتر، من از مریضتون اون پیرمرده یکی دو تا سوال دارم. متاسفم سرکار، اون الان دارم میارنش اتاق عمل. اون باید یک کلمه حرف بزنه، فقط یک کلمه. عرض کردم الان باید ببرنش اتاق عمل. خیلی خوب دکتر، اما اگه قبل از عمل یک کلمه حرف بزنه تو عمل دستای شما میلرزه. بذار یه دقیقه من ببینمش. صحبت یه زندگی وسطه. بسیار خوب، من با فقط یه دقیقه سرکار. حتما دکتر. بیا پسر. هی ببین آقا ببین، یه دقیقه چشاتو واکن. تو منو میشناسی؟ اگه منو میشناسی فقط یه دفعه چشاتو ببند. پس تو حالا به این سرکار بگو که من تو رو زدم. من بودم که میخواستم دخترتو بی سیرت کنم. بهش بگو پیرمرد. بیاین تو رو علی بگو. بیاین تو مواظب باشیم.
برین کنار آقا برین کنار خواهش میکنم فقط یک کلمه بذارید حرف بزنیم یک کلمه اجازه بدیم فقط یک کلمه یک کلمه دکتر جون اجازه بدیم فقط یک کلمه سرکار فقط یک کلمه باید حرف بزنه. خب مگه ما گفتیم نزنه؟ یارو مرخصه، تو میگی باز حرف بزنه. اینو باید دکتر و دارو دستش تشخیص بدن. خیلی خب حالا باز چیکار کرد؟ صبر میکنی پسر جون، من برای همین اومدم اینجا، چون این نفر آخریه که امید تو بهش بسته است. هیچ خبری نیست. میتونی یک کمی دندون رو جگر بذاری؟ اون که میتونه حرف بزنه دکتر؟ متاسفانه هیچ وقت. یعنی میخوای بگی یعنی تو میخوای بگی یعنی اون مرده؟ میتونم یه چیزی ازت بخوام؟ تا چی باشه؟ من میتونم بچه‌مو ببینم؟
وقت موهات سفید شده مادر؟ خیلی وقت، خیلی سال مادر. من تا حالا حالیم نشد. میبخشی مادر. تازه وارد پیش. چند سال وسط بریده؟ 11 سال. صلوات بلند بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وزیر امیر. بساز تازه واردو. تازه وارد پیش. چند سال وسط بریدم؟ پنج سال. به حق 5 تن صلوات. نه محمد محمد آل محمد. میرزا آره واسه تازه وارد شوخات بذار. 5 تا. باشه. صادق بیا دفتر. وقتشه. خیال میکنم آره.
آقا خونه رو همون 7-8-10 سال پیش فروختن و از اینجا رفتن. شما نفهمیدین کجا رفتن؟ چرا آقا یه مدتی تو کوچه بغلی زندگی میکردن، بعدش هم خدا رحمتش کنه. میگم وقتی داشته میمرده خیلی دلش میخواسته بچه‌شو ببینه. اون بچه چی؟ اون که باهاش بود اون کجاست؟ اونو دیگه نمیدونم. من از اون بچه‌ای که همراهش بود خبری ندارم آقا. جعفر بله. اون قالبو بده علی آقا. چشم استاد. بشین پسر دو چایی وردی بیار. خب خیلی خوشحالم که آزاد شدی، ولی میدونی صادق اینجا دیگه بدترین جا واسه توی. تو هم تو بد موقعی اومدی اینجا. من اگه جرمی کردم جزاشم کشیدم، ولی به ولای علی همه حرفایی که اون شاهدا گفتن دروغ بود. ناراضیم نیستم. من اگه نعیمو نکشتم قاچاق چه کردم؟ مجازات قتلی رو که نکردم گذاشتم پای قاچاقی که کردم. من و قانون بی حساب شدیم، نه ما به اون بدهکاریم نه اون از ما طلبکاره. این خط اینم پا خطش، حساب ما و قانون صاف. اما من یه پسر دارم، اونو میخوامش. حساب من و این شهر هنوز پاک نشده. میدونم، ولی حالا دیگه وضع خیلی با گذشته توفیر کرده. اون کسی که تو کشتیش حالا واسه مردم یه چیز دیگه است. مادرش محترمترین زن شهره، کوچیک و بزرگ بهش احترام میذارن. با پولای بی حسابش تو این شهر کارخونه درست شده، یتیم خونه درست شده، مریض خونه درست شده و رو همه اونا هم اسم پسرشه. تو حالا آدمی هستی که بوت این مردم رو شکوندی. مردم ولکنت نیستن. از این شهر برو صادق، برات خیلی بهتره. نمیتونم مسیح، نمیتونم. شاید دلم پر بکشه که از دروازه این شنم بیرون، ولی اینجا یک کسی هست که مال منه. تو یکی از خونه‌های اینجا بچه‌ای هست که پسر منه. دنبالش میگردم و پیداش میکنم. هر شده خودم رو با آب و آتیش بزنم. مسیح، فقط میخوام تو پناهم. اگه از فردا شروع کنه و دریوری بگه چی؟ میدونی چقدر پول بالاش رفته؟ چقدر به اون کاروندارا و اون زنک و قهوه چی پول دادم لال شدن؟ هیچ کسم به صرافتی نیست که چی کار میکرده. هیچ کسم نمیفهمه ما چی کار میکنیم. به فکرش هم نمیفته ما مثل ریک پول میبریم واسه اینکه کارمون راحت پیش میره. راحت پیش میره واسه اینکه احترام داریم. راحت پیش میره واسه اینکه نعیم برای مردم یه بت شده. حالا اگه اون بخواد دوباره حرفا رو تو زبونا بندازه، از هر 1000 تا فقط یکی شک ببره، کار ما تموم. خودت حالا میدونی چی کار کنی. کنار وایسا، مردم رو بفرست جلو. خودشون زیر دست و پا اونو لهش میکنن. از همین حالا شروع کن. برو. خدا رحمتش کنه، نور به قبرش ببره. واقعا مرد نازنینی بود. دیشب بگم عزت خواب نعیم رو دیده. تموم مدت اشک میریخت. میگفت روح نعیم داره عذاب میکشه. راستم میگه. واسه اینکه قاتلش سینه جلو داده و راست داره راه میره. میگن بگم عزت ممکنه بذاره بره. اینجا رو میگه وقت کارخونم تعطیل میشه. هم مجبور نیستیم آقا نعیم، واسه اینکه واسه ما مزیره. اصلا این کلی کارگر بیکار میشه. خب بمونه و صبح تو چشای قاتل پسرش نگاه کنه. یه مرد واقعی بود، خیلی خوب بود. بله میفهمم چی میگین آقا منصور، ولی خب جرمشو کشیده. شما میگین دیگه چی کار کنیم؟ شما تو شهر خیلی احترام داریم. یا کلمه حرف بزنیم واسه مردم حجته. باز وضع مردم رو با این آدم روشن کنیم. وضع به خصوصی نیست.
اون بدی کرده، قانونم وضعشو روشن کرده. ظاهرا دیگه اگه کم و کسری موجوده بین اون و خداست، نه من. بله. سلام. سلام. ماشاءالله 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 ماشاءالله. چه پسر خوبیه. میگن که شما از تمام دنیا بیشتر دوستش دارید. هر پدری همین حالو داره. خدا کنه هیچ چیزی پیش نیاد 2 نفر که همدیگر رو دوست دارن از هم جدا بشن، مثلا مثل شما و پسرتون. داشتم صادق رو میگفتم. اومدن اون واسه همه ضرر داره. حرفای نامربوطی میزنه. اومده دنبال پسرش، میگه اون تو این شهره. چه حرفا، چه شر و ورا. تازه برفرض بچه توی خانواده خوبی باشه، پدر و مادر خوبی هم بالا سرش باشن که دوستش داشته باشن، واسه چی آدم بیاد بچه رو به دست یه پدر قاتل جنایتکار که مهر و عاطفه سرش نمیشه بده؟ یه چیزی میپرسن، این بچه مثل گل پدر شما باشین بهتره یا ساده؟ خب البته شما. بگ و مزت هم همین حرفو زد، کسی دیگه هم میدونست همین حرفو میزد. خب با اجازتون میبخشین آقا. خداحافظ آقا. خداحافظ. من و بگم عزت شما رو خیلی دوست داریم حاجی. واسه همینم چیزی رو که 12 سال خبر داریم فقط خودمون میدونیم و خدا. ما زبونمون همیشه بسته است حاجی، همیشه. یهو آقای نعیم وارد میشه، صادق رو میگه رو عینه جوجه پرتش میکنه. اون وقت با مثل جلوشو میگه ای پس فطرت بیشرف، این جوان مرده که به زن حمله کنی که یا صادق میپره به طرفشو با همدیگه گلاویز میشن. اما زور آقای نعیم خیلی زیاد بوده. بابا میگفت یه ماشین رو باید دست ور میداشت. صادق که میبینه داره کتک میخوره یهو دست میکنه به چاقو و میکشده. ای نامرد. چرا مردم از شهر بیرونش نمی کنن؟ بابا میگه همین کارو باز اومد صادق اومد خودش. بچه ها بابا میگه آقای نعیم که نمیدونست اون واسه چاقو میکشه، وگرنه دستشو میگرفت تو از مچ میشکونده. صادق نامردی کرده. ریختش معلومه، شکل قاتلا. من که ازش نمیترسم، هر کی میترسه بره، من یکی نمیترسم. چه شده غلام؟ چی شده؟ طوری شده؟ کسی دنبالت کرده؟
یارو رو با سنگ زدم سرش شکستم. کیو؟ همون قاتله رو که آقای نعیمو کشته با سنگ زدم تو سرش، دیدمم که ازش خون اومد. اون جنسا کی میرسه؟ فردا دمدمای صبح. خودت برو تحویل بگیر، به مردم بگو که من تصمیم دارم از این شهر برم. خودشون راه میفتن و جلومو میگیرن. تنها راه چارش همینه و اون وقت من میدونم به دست همین مردم چجوری کلک این پسره رو بکنم. دیشب تا صبح قرد میزدی. تموم شب بیدار بودم. خیلی سخت زن. اگه اون بفهمه که پسرش پیش منه، اگه غلام بفهمه که پسر من نیست و پسر صادقه، اگه یک روز بعد از 12 سال که این پسر رو مثل گل بزرگش کردم مجبور بشم بهش بگم من پدرش نیستم، پدرشون مردیه که دیروز سرشو شکسته، اگه به خاطر اینکه صادق از این شهر بره مجبور بشم بهش بگم پسرش همین پسر منه، دنیا چه شب تاریکیش. اون بچه به بند جون من بست. وقتی مادر صادق آوردش به امانت گذاشتش، کی میتونست بفهمه که بعدن این بچه تمام عمر من میشه؟ کی میگه اگه پسری داشتم کمتر از اون میخواستم؟ دوستش دارم زن. تو کی هستی؟ تو دنبال من میگردی؟ تو همونی که با سنگ سرمو شکستی؟ آره. نه دنبالت نمیگشتم. برو خونت، اما یادت باشه دفعه دیگه با سنگ سر مردم نشکنی. تو دنبال پسرت میگردی؟ آره. من پسرتم. اگه میخوای منو ببری من باهات نمیام. رفیقای من اگه هر کدوم پسر تو بودن خجالت میکشیدم بگم، اما من میگم واسه اینکه بذاری بری و مردم از دستت راحت بشن. تو خیلی بزرگ شدی. کاش نشده بودم. تو محله ما خیلی بچه ها هستن که پدر ندارن، خیلی ها باباشون واسه قاچاق تو زندونه، اما فقط یه نفر هست که باباش آقای نعیم از پشت کشته و اون یه نفر منم. پسر تو حتما عوضی شنفتی. تو پسر من نیستی. واسه اینکه من اصلا پسری ندارم. هرچی گفتم دروغ بوده. من هیچ وقت اصلا پسری نداشتم. برو پسر جون برو. رفته بودم پیش واسدم با سکر خیلت بود. ببینم چه تصادف بود. پسرم اینجا بود. من هیچی نمیخواستم الا پسرم، اونم امروز ازم بیزار شد. حالا دیگه چی برام هست؟ کی جاشو میگیره؟ حالا دیگه طلب من از اونا خیلی زیاد شده. مطیع کمکم کن طلبمو بگیرم. چی میخوای صادق؟ ماشین تو.
بهم قرض میدی؟ من همه چی رو گفتم ولی هیچ وقت اسم تو رو نیاوردم. خیالم بود که تو نامرد رفیق منی، نه رفیق. تو میدونستی همه اونا دارن شهادت دروغ میدن. میدونستی که همشون پول گرفتن. میدونستی بازم خیلی طلب داری. این برای مادرم که قصه تو قربت دقمرگش کرد. شما خیلی از حسابات مونده. اینم برای پسرم که ننگ زندگی شدم. صادق جون بچه غلط کرد. من آدم بدی هستم. صادق جون منو ببخش. مهربانی نکن. خواهش میکنم. نه یا جلو. بی پی.
مهربان بیا از گناه من بگذر مهربان میخوای چیکار کنی مهربان؟ اگه در باز کنم میفتم بیرون. تو میخوای منو بکشی ای نامهربان. باز کن رو چشم چرا عصبانی میشی؟ باز کن دیرم کن. حالا بپا پایین. اگه بپرم پایین میمیرم. بیا از سر تقصیر من بگذر. اصلا فکر کن من تو این دنیا نیستم و بردم مهربان. وای خیلی اساسه. تو شهر چه خبره؟ همه فهمیدن که فردا صبح میخواین برین. تموم شهر قرار گذاشتن بعد از نماز صبح خونه شما جمع بشن و ازتون بخوان که اینجا بمونین. خب جنسا کی میرسه؟ 1-2 ساعت قبل از اینکه مردم نماز صبحشون رو میخونن. وقتش خوبه؟ آره. با اجازه. فردا با ماشین بگومستر ببریمش و سر به نیستش کنیم. اینجا ببریم بندازش تو انباری. دیگه یه شهرش خلاص کنیم. بریم. تموم شد. برو در واکن. خیلی خوب. ژاندارما فرار کن. بیای دنبال من. شما 2 نفر از اون بر، شما از اون بر. بقیه دنبال من.
اسلحه رو رد کن. چشم مواظبش باشین. بی حرکت. دستا بالا. دستاتو همین فرمی بزه به دیوار. تکون بی تکون. حالا برو دست هم دستت. گروهبان نشن. من تسلیم هستم. اسلحه‌تو بنداز زمین. خیلی خوب. بگو تیراندازی نکنن. بهش تیراندازی نکنی. بیا. بیا جلو. بیا ناتا. کاریش نداشته باشه. حالا بیافتین جلو. حالا بزنش. نامهربان. لعنتی بی کم و کاسب بالاخره قضیه رو به هم میگی. نعیم دستش تو قاچاق بوده یا نه؟ نعیم چه حرفایی میزنی سرکار؟ نعیم یه قهرمانه. میخوای قهرمانو نشونت بدم؟ نگاه کن. قهرمان مردم اینه. درست 20 سالشه. اهل تبریزه با یه دنیا آرزو. با یه پدر مادر علی که چشم به راهشن و یه دختر جوون که حلقه تو دستشه و منتظر شوهر آیندشه. با عشقی که داشت از اون ور خاک اومده بود اینجا. تو بر تابستون، سردی شب، داغی روز، تفنگ به دوش وامیستاد تا یه اجنبی پاشو این ورتر نذاره. ببرینش. حالا این یکی رو نگاه کن کثافت. 21 سالشه. اهل خراسونه. دیپلمه وظیفه است. 4 ماه دیگه خدمتش تموم میشد. آرزوش بود که برگرده بره دانشگاه دکتر بشه و جون یه آدم دم مرگون نجات بده. اینا قهرمانای بی نام و نشون مردمن. حالا به مردم بگو بیان قهرماناشونو ببینن. قهرمانایی که نه تو خالی هستن، نه قلابی و نه بی همه چیز. بگو بیان قهرماناشونو نگاه کنن که ساکت اینجا دراز کشیدن و قیمت راحتی مردمشونو با خون سرخشون دادن. به مردم بگو اگه قهرمان بیجون میخوان 2 تاش اینجاست و اگه قهرمان زنده میخوان 100 تاش اونجا تو اون پاسگاهه که راحتشون راحتی مردمشونه و عشقشون مردن تو این آب و خاک. بلند شو بدتر از سگ. بذار همونطور که پاک مردن پاک باشن. فقط گوشاتو واکن. گوشتو واکن از بسم الله این قضیه. از وقتی که تو و بقیه این کارو شروع کردین تا آخرش کلمه به کلمه جز به جز برام میگی که اگه تو حرفات یک کلمه دروغ باشه، یک کلمه بیرا باشه یا چیزی رو از قلم بندازی، به بلای علی بلایی به سرت میارم که 1000 بار مادرتو برای این که تو جونور رو زاییده نفرین کنی. حالا حرف بزن.
گوش کنین چی میگم؟ ما نباید بذاریم از اینجا بره. ازش میخوایم به خاطر این بچه ها، به خاطر مردم این شهر از اینجا نره. ما میخوایم از بین خودمون چند نفر انتخاب بشن تا با عزت بگم صحبت کنن و بگن که مردم دلشون میخواد خانم اینجا بمونن. ما به خانم احتیاج داریم. اگه موافق هستین حرف بزنید. خانم باید اینجا بمونه. موافق هستین یا نه؟ موافق هستین یا نه؟ آره موافق اینجا بمونه. نمیشه خیلی زن داده! زندگی منو گرفتی. از شهرم آواره شدم. مادرم تو غربت مرد. پسرم ازم بیزار شد. قیمت عزت تو رو من دادم. خیلیم جون دادم. کشتن تو دعوای درد من نیست. جمعیت برو تو. نبوده. خیلی خوب، حالا دیگه میتونی از عزاد در بیایی. مسخره بازی رو جمع کن. دیگه کسی نمونده که گولش بزنی. ببرینش.
منم پسرت. چی کارت کردم بابا؟ واسه چی زخمیت کردم؟ مگه تو چی کار کرده بودی؟ خیلی درد میکشی؟ زخمات میسوزه بابا؟ زخمام میسوزه. چی کار کنم بابا؟ من چی کار کنم؟ دستاتو بذار رو زخمام، شفاشون میده. دستات زخمامو شفا میده.